نقلیات برقی در مقایسه با ماشین‌های توسط سوزشواری حرکت کننده از لحاظ ثمرانوکی اقتصادی وابسته به ارزش استفاده نیروی برق برتری دارد. خدمترسانی تکنیکی و نگهداری الکترومبیل‌ها در قیاس با واسطه‌های نقلیات معمولی ارزش کمترین را طلب نموده هنگام استفاده و یا خدمترسانی به شهروندان با سطح پست صدا سفر به راحت را برای مسافران تأمین می‌نماید. استفاده الکترومبیل‌ها جهتی به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه اقدامی سری وقتی است. امروز برای به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه کارمندان ساحه نقلیات هم سهم می‌گذارند، البته با وارد و استفاده بری الکترومبیل‌ها. در ابتدای صحبت و ملاقات با رانندگان نقلیات کیرویوی معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرست ساحه نقلیات فردوس سیدزاده در یکجایی با اعضای گروه کاری با افضلیت و دیگر خصوصیت الکترومبیل‌های نو شناس شدند. راهبران شرکت‌های تاکسی اطلاع دادند که الکترومبیل‌های تازه وارد کشاد و براحت و مطابق با طلبات و قاعده‌های حمل و نقل مسافر و باغاج است. توصیه نیز این بود که من بعد با واردات الکترومبیل‌های داخلش وسیع و براحت کوشش به خرج داده شود. چهارمین واخوری مسئولین ساحه نقلیات با رانندگان شرکت‌های نقلیات آسیا گروه و سوربان 14 جریان گرفت. در رفت واخوری معاون صحافی رئیس شهر دوشنبه، سرداران شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی، ریاست وزارت کارهای داخلی و ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در شهر دوشنبه سخنرانی کردند. در واخوری با بیش از 200 نفر رانندگان نقلیات کیرویوی از 3 شرکت تاکسی دوشنبه گفته شد که طبق حسابات آماری از سال 2015 تا کنون مسافران تاکسی در شهر دوشنبه 3 مراتب زیاد شده است. این نشان داد گواهی از آن می‌دهد که سطح زندگی ساکنان و مهمانان پایتخت سال از سال بهتر گردیده. در این زمینه طلبات به خدمترسانی تاکسی هم افزایش یافته است. دوام چند سال اخیر پارک‌های نقلیاتی پایتخت مطابق با طلبات دور و زمان تجدید کرده شد و امروز به مسافران نوترین نقلیات جمعیتی خدمترسانی می‌کنند. وقتی طلبات به خدمترسانی هست باید تمام قاعده‌های حمل و نقل مسافر و باغاج هم رعایت شود، اما با تأسف قید گردید که در اکثر موارد فرهنگ و معاشرت قسم زیادی رانندگان تاکسی با طلبات شهرداری و دور و زمان مطابق و موافق نیست. تقاضا گردید که رانندگان نقلیات جمعیتی وظیفه دارند که با لباس مخصوص کاری و رعایت قاعده‌های تازگی و سانیتری به کار برآیند. هنگام روا با دیگر اشتراکچیان حرکتی راه خلل نرسانند. برای تامین کردن بی‌خطری در داخل ماشین کامراها نصب کنند و قاعده‌های حرکت در راه را به طور حتمی رعایت نمایند. از راهبران شرکت‌های تاکسی دعوت کرده شد که برای تامین کردن اجرایش کنسپسیای گذشتن به نقلیات برقی در شهر دوشنبه کارها را تقویت بخشند. در فرجام واخوری رانندگان با سوال‌های بیشمار خود در سمت راه و نقلیات از راهبران ساختارهای نقلیاتی پایتخت جواب‌های مشخص گرفتند.